سلام بچه ویدیو میسی 22 همین الان تایمر 10 دقیقه‌ای روشن میشه و وقتی به صفر برسه اون اتاق با همه پولای داخلش منفجر میشه و تنها کسی که میتونه جلوشو بگیره مردیه که اینجا بسته شده. این ویدیو کاملا واقعیه و شما میبینید که 10 دقیقه زمانشه. هیچ کاتی نداریم، همه چی مشخصه. اگه دارسی قبل از اینکه زمانش به صفر برسه از این جلگه بیرون نیاد، از هر پنجره این گوش فرار نکنه و اون دکتر رو فشار نده، همه پولش دود میشه میره رو هوا. خوبه داره میاد پایین. خب این اولین برداشت واقعیمونه. من باید فوراً برم. یا اینجا بدو. برو درو ببند. زود باش. چجوری انقدر زود جلیقه رو باز کرد؟ طبقه بگی 2 برابر سخت‌تر از اینه. آرومتر. خدایا اونجا رو آتیش زدی. خیلی خوب، واسه بیرون اومدن از اون قفس باید با اون سنجاق قفل باز کنی. زود باش. عجله کن. زود باش پسر. نجوم. حتی با وجود ابزار باز کردن یه قفل کار سختیه. اون باید هر سپایه قفل داخلی رو به دقت ردیف کنه تا بتونه بازش کنه. راستی برای اینکه ثابت کنین کل این ویدیو واقعی گرفته شده، از حالا به بعد میتونین تصویر لحظه دارسی و گوشه گیرندتون ببینید. تا اینجای کار 1 دقیقه گذشته و اون هنوزم اتاق اوله. البته یادتون باشه اون باید از همه اون 5 طبقه رد بشه و اون دکمه رو به موقع فشار بده. فقط با این روش میتونه جلوی انفجار $1 میلیون رو بگیره. من دارم سکته میکنم. خواهش میکنم اونجا رو نگاه. داره بازش میکنه. لعنتی اون به موقع میرسه یا نه؟ بله حتما. ولی الان باید به اتاق سخت‌تر بره. مواظب باش. مراقب باش. دارسی برو دارسی برو. تو میتونی. برو دارسی. این چه کاری پسر؟ برو. داره از تناب میاد پایین. الان تو اتاق چسبه. به طبقه 4 خوش چه زود رسید به طبقه 4. این به این معنیه که این طبقه همش با چسب پوشیده شده. باید بین پریدن میمونی یا راه رفتن روی چسب یکی انتخاب کنی. و پیشنهاد من اینه که اصلا گزینه دوم انتخاب نکنه. به نفع این میمون بپری. ادامه بده رفیق. زود باش. زود باش دارسی برو. آفرین پسر برو. حواستو جمع کن پسر. وای نه. تو میتونی. خودتو کنترل کن. این اصلا خوب نیست که بیفته چون چسب‌ترین چسب دنیاست. دارم جدی میگم کفشاش واقعا میچسبه. 2 دقیقه گذشته. داره تاب میخوره. حتی یه بارم زمین نخورده. اصلا چسبی نشده. تونست به آخر برسه. داره دریچه رو باز میکنه و میخواد وارد یه اتاق جدید بشه. ما رو ببر پایین. با ما همراه خبره؟ وای بچه‌ها دهنم سرویس شد. دارسی داره تقلا میکنه ولی به مسیرش ادامه میده تا برسه به طبقه 3. اتاق تخت سنگ باید خیلی براش آسون باشه. خیلی خوب دارسی اون تخت سنگو میبینی؟ آره. اون 2 تا تنها چیزی هستن که جلوی افتادن تخت سنگو میگیرن. دارسی اون طرف یه چاقو است. برای بیرون اومدن بهش نیاز داری. دارسی زمانت داره تموم میشه. به نظرت باید باهاش چیکار کنی؟ باید تنابا رو ببرم. ما معمولا وقتی یه نفر کارش رو انقدر یواش انجام میده اون بخشو حذف میکنیم، ولی این کاملا واقعیه. نمیخوایم حذف بشه. دارم غش میکنم. 7 دقیقه باقی مونده. اون رفته سراغ یکی دیگه از تنابا. هر چی پایین‌تر میره طبقات سخت‌تر و وقتگیرتر میشه و طبیعتاً با اون سرعتی که انتظار داریم پیش نمیره. اون تناب به خاطر اینکه خیلی ضخیمه کلی ازش وقت میگیره. تنابو ببر. تناب لعنتی حسابی وقتمون خیلی عقب افتاد. پسر باید عجله کنی. کمتر از 7 دقیقه دیگه $250,000 منفجر میشه. زود باش. جیمی فکر کنم تو تنابو ببره من از دنیا برم. وقتی تناب دومو قطع کنه یه چیز دیوونه کننده اتفاق میفته. آهای دارسی وقتی تنابو قطع کنی به نظرت چی میشه؟ به نظر میاد دارسی گیر افتاده. جیمی وقتی تنابو رو ببره چی میشه؟ فکر کنم این تخت سنگه از پنجره میافته بیرون. اذیت نکن. فقط اینو بدون وقتی تناب قطع شد اینجا رو محکم بگیر. باشه من از عهده‌اش برمیام. اصلا امکان نداره $250,000 رو به خاطر این تناب مسخره ببازم. جیمی کنترین مردی که میتونست یه تنابو پاره کنه پیدا کردی؟ دارسی عجله کن. همونطور که اولش گفتم این زمان واقعیه. همه چی رو دارید میبینید. دارسی الان مشغول کاره و اگه میتونه حرف بزنه خودش میگفت توی فرار کردن واقعا هنرمنده، ولی کارش توی بریدن تنابا اصلا خوب نیست. دارسی تو 1 دقیقه کامل داری میبری. عجله کن. آهای دارسی سریعتر ببر. زود باش. پسر خیلی سریعتر باید تنابو ببری. آفرین دارسی زود باش. به نظر میاد این تنابم تموم شد. خیلی خوب دارسی اون سنگو از اونجا بنداز پایین. زود باش. الان خودت میبینی سنگ لعنتی اومد پایین. برید کنار. مواظب باشید. چی شد؟ زود باش دارسی. تنابی که از سقف آویزون شده رو به خودت قفلش کن. قبلش مطمئن شو که 100% محکمه باشه. خیلی خوب دارسی. حالا بیا پایین. برو جلو برگرد. اینجا رو ببین. چی رو ببینم؟ خوبه برو سمت راست. خیلی عقب افتاده. برو سمت راست. ببینم میخواد چیکار کنه؟ اون میخواد بپره. خیلی خوب دارسی. حالا بپر. تو میتونی دارسی بپر. چی شد؟
فقط 5 دقیقه داره باقی ساقیلو مونده. نگهش دار میگم نگهش دار لعنتی. ای بابا با تو هم اون مثل که اصلا تو حال خودش نیست. داداش باید از بین لیزر رد بشی. این طبقه یکی از سخت‌ترین است. نه تنها باید از بین لیزر رد بشه، بلکه اگه تصادفی اونا رو لمس کنه کل پولش دود میشه. الان باید چیکار کنم؟ کلی لیزر اینجاست. خب در حالی که اون بین لیزراست میخوام راجع به تیم موبایل شریک از راه دورم باهاتون حرف بزنم. بله. تو احتمالاً موبایل روی این نقشه رو میشناسی مگه نه؟ آره همینطوری میشناسم. خب حالا اینو گوش کن. باشه گوشش خوب همیشه باید در دسترس باشه. درسته. ولی تیم موبایل چیزی داره که بقیه کاملا نداره. جیمی اون نصف راهو بین اوه لیزر اونم طرف رفته. ماست، ولی چیزی که تیم موبایل رو خاص میکنه اینه که اونا مجنتا استاتوس دارن. خب مجنتا یه استاتوس قابلیت چیه؟ خیلی خوب و ویژه است. باش عین یه مشتری خب. VIP رفتار کنن. با استفاده از اون میتونی با هزینه کمتر توی هتل اتاق بگیری یا وای فای رایگان توی پرواز بگیری یا حتی لانج VIP بگیری. خیلی خوب. تیم موبایل ببخشید کلی استرس دارم، خیلی از امکاناتش یادم رفت. پس بذار تبلیغ تیم موبایل رو رسیده تموم داره چه جیمی؟ بذار اول بگم بعد. باشه. بهترین قسمتش اینه که وای داره میپره تو آب. همه چیزش از همون اول قابل دسترسیه. پس اگه از تیم موبایل استفاده نمی‌کنین زودتر ازش استفاده کنین. قابلیتاش از همین امروز تو یکم دسترسه. نفس پس برید بگیرم. توی سایت و خودتون چک کنین. اوه پری تو. اوه خدای من. خیلی خوب دیگه تمومه. مرحله آخره. حالا باید 4 تا شیر آبو توی 4 گوشه اتاق باز کنه تا آب داخل اتاق کشیده بشه. بعدش میتونه از در جلوی بیاد بیرون و دکتر رو فشار بده تا پولاش منفجر نشه. باید بچرخونیش. هی اونجا اون یکی. بچرخون. دستگیره رو بچرخون. خیلی خوب بچه‌ها کمکش نکنیم. ببینیم اونقدر باهوش هست که پولو برنده بشه. باید ببینیم اونقدر میتونه نفسش رو حبس کنه که همه اون شیره رو باز کنه یا اینکه نفس کم میاره. شما چقدر میتونید نفستون رو حبس کنید؟ اومد بیرون. هی تونستی. در حالی که با این چالش سخت سر و کله میزنه این شکلات رو بهتون معرفی میکنم. فیستبلز. اک. نظر تو راجع به فیستبلز چیه؟ من عاشقشم. وای نه دوباره رفت سراغ همون اولیه. آهای نه برو سراغ اون یکی باید پسر بره اون سراغ اون یکی یکی. اونا 4 تان. چقدر وقت داریم؟ فقط 3 دقیقه. اوه اون هول کرد و همینجوری 30 ثانیه هدر رفت. اگه یکم عجله کنه از پسش برمیاد. زود باش نفس بگیر عجله کن. مک الان میخواد بره پایین. برو اون طرف ببین باز میشه یا نه. هنوز نتونسته. بجنب بچرخون. اوه تونست. اون طرف 2 تا مونده فقط 2 تا دیگه. خیلی خوب الان داره میره سراغ اون یکی. باید بری خوبه پایین‌تر. وای خدا بیشتر. من الان لحظه های آخره و خیلی هیجان دارم. نمیشه تصور کرد که چقدر خسته است. خب دوستان اون الان 2 دقیقه و 10 ثانیه وقت داره. این برو بگیر. باید اون دکمه رو فشار بده وگرنه پولاش میترکن. لحظات آخره. تونستی. واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. معمولا کات میکنیم و ادیت میکنیم ولی این کاملا جدیه. هر چی که میخوایم همین لحظه است. اوه الان کمتر از 2 دقیقه وقت داره. کمتر از 2 دقیقه وقت زود داریم. باش دیگه. داره نزدیک میشه. تونستی. هر 4 تاشو باز کرد. خیلی خوب این در بازش آخره. کرد. 1 دقیقه و 50 ثانیه. خب حالا الان چی؟ باید این در رو باز کنه و بره اون دکمه رو فشار بده. چقدر وقت براش مونده؟ کمتر از 2 دقیقه. چطور میخواد از پسش بر بیاد؟ من نمیفهمم. اگه اینجا وایسی خیس میشی برو عقب‌تر. چرا؟ بازش کن. کلی آب هنوز اینجاست که باید تخلیه بشه. هی مک گوش کن چی میگه. عجله کن. اگه نتونه بازش کنه اون بمب باشه. منفجر میشه. اگه از اختش بر نیومد ازت میخوام که بری حالا پشت اون بعدش چی سنگل میشه؟ قایم بشی. بهم اعتماد کن باشه؟ باشه. بهم اعتماد کن. حالا چیکار کنم؟ باید زامنش رو شل کنی. دودوش پشمو. زود باش. فقط دیدی؟ 1 دقیقه مونده. زود باش عجله کن. آره فکر نمی‌کنم به طور دریچه گیر کرده. فشار آب نمیذاره. باید صبر کنه تا آب بیشتری تخلیه بشه. ببین جیمی آب داره از اینجا میزنه بیرون. بچرخونش رو بکش. بکش. باید عجله کنی رفیق. باید عجله کنی. یه مشکلی هست. اون یکی گیر کرده نمیتونه بازش کنه. پسر دیگه تمومه. اون دیگه اون باخته. نمیدونه باید چجوری در رو باز کنه. کرده بجام. فقط 45 ثانیه دیگه وقت داره که دکمه رو فشار بده. پسر نمیتونه زامنا رو باز کنه و جونش رو نجات بده. رفیق داره چیکار میکنه؟ زود باش. 30 ثانیه. بجو پسر زود باش. باید از سر بیای بیرون. سریع‌تر دکمه رو بدو، بزنی. بدو. برو. زود باش پسر زود باش. بجا. بدو بمب منفجر میشه. زود باش. الان که منفجر بشه. بزن. بعد از اینکه با 19 ثانیه وقتی باقی مونده برنده شد ازش پرسیدیم چجوری میخواد خرجشون کنه. همین فردا بچه دار وای میشه. چی؟
آخرش هم ساختمون منفجر شد. امیدوارم از این انفجار خوشتون اومده باشه. این ویدیو باید 10 دقیقه باشه. فعلا خدا نگهدار. خب بچه ها لایک سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوی بعدی.